خوراکی در آتش آماده شده این خوراکی دوست داشته ترین است. از حسابی که تا حال دسترسی به برق در بیشتر منطقه ها در موسم زمستان مشکل است، مردم را لازم می آید که برای گرم کردن خانه و پختن طعام از آتشدان ها استفاده برند. اما تمام آتشدان های عنعنوی شکل و حجم کلان داشته بیشتر هضم طلب می کند و بر ضمن این بیشتر انرژی آتش به هوا به بیهودگی می رود. این مردمی دهات را مجبور می کند که بیشتر سوزشواری و هضم ذخیره نماید. دهه‌هایی که در منطقه بوفری ممنوعگاه بیشه پلنگان جایگیر شده اند، با گوناگونی بیولوژی ممنوعگاه مخصوصاً به نمودهای نادر حیوان‌ها و پرنده‌ها خوف بیشتر می‌رسانند. جمع‌آوری و بریش درختان یکی از عامل‌های منفی تأثیررسان به محیط اطراف به حساب می‌رود. البته می‌توان شخصانی را که به بریش غیرقانونی درختان دست می‌زنند جریمه کرد، اما باز می توانیم به آنها راه حل الटरनेटिव्ی را نشان داد. یکی از آنها این آتشدان‌های مکمل گردانیده کم مصرف است که نسبت به آتشدان‌های عنعنوی 50% استفاده هضم را کمتر می‌گرداند. مرکز اکولوژی جوانان در 5 دهه بوفری بیشه پلنگان آتشدان کم مصرف را همچون نمونه به مردم تقدیم نمود که آنها در عملیه استفاده کمی هضم را برای آماده کردن طعام بینند. وابسته به ساختن آتشدان آموزش‌های عملی گذرانیده شده، متخصصان محلی آماده کرده شدند تا که در وقت ضروری توانند چنین آتشدان‌ها را سازند. این آتشدان نو اختراع شده نیست. آن از جانب متخصصان آلمانی ساخته شده، استفاده آن در تاجیکستان نیز نتیجه خوب داد. عین حال مرکز اکولوژی جوانان برای هوسمند گردانیدن نفرانی را که با تشبث خود می‌خواهند در خانه‌هایشان چنین آتشدان سازند با مصالح ساختمانی رایگان تأمین می‌نماید. فایده این آتشدان صرفه هضم و نگهداری گرمی به مدت زیاد است. از حساب ساخت مخصوص داخلی، آتشدان گرمی را خیلی زیاد نگاه می دارد، زیرا آهن داخل آتشدان را به پخته مینرالی می پیچانند. این خصوصیت های آتشدان امکانیت می دهد که 60-70% سوزشواری صرفه کرده شود و هم بریش غیر قانونی درختان پیشگیری کرده شود. دود برایش چنان قلعه ساخته شده است که به دود طعام آماده می شود و از جهت گیگینی آشخانه دائم تازه است. چنین آتشدان از طرف تشکیلات در اداره مرکزی ممنوعگاه بیشه پلنگان برای بهتر کردن خدمت رسانی پاسبانان ممنوعگاه نیز ساخته شد. یک جای ایده های بهترین را در راه مبارزه با تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و گوناگونی بیولوژی استفاده می‌بریم.